حالا هر کاپیتان یک کلید داره ولی یادتون باشه که فقط 12 جایگاه این وسطه و شما 20 نفری. آفرین. عجله کن زود آروم باش رفیق نظر ضربان قلب بجام دیگه. آستین اولین عضو تیم صورتیه که آزاد میشه. حالا میخوان رد شن. آروم عجله نکن. آهسته و پیوسته. آفرین همینجوری برو جلو. صبر کن ببینم اینجوری که راه بسته میشه کاپیتان نمیتونه برگرده. این دقیقاً اتفاقیه که استراتژی تیم سبز ازش دوری میکنه. ای بلدانی عالی پیش میری تامر کارش حرف نداره. تیم صورتی اولین همتیمیشون رو رد کردن اما به فناتون داد. تیم صورتی تو مخمسه افتاده. بچه‌ها خداییش عمدی نبود. تیم صورتی اولین جایگاه از 12 تا رو گرفت اما استراتژی تیم سبز باعث شد که کاپیتانشون بتونه از همه بیشتر کلید به دست بیاره. دوباره رفت رو پل. این رفیقمون بدنش حسابی آماده است. واقعا کارش خفنه. اون 3 نفر رو باز کرد قبل از اینکه شما بتونید حتی 2 تا رو باز کنید. بزن بریم. خودت بازش. اونا رو ببین چیکار میکنن. ایدهشون رو ببین. همشون همونجا موندن. اینطوری ببین چقدر سریع پیش میره. الان چیکار کنم؟ برم یا به وایسم؟ نظرم بهتره بذاری استیو کارشو بکنه. کاپیتان تیم آبی برگشت و هم تیمیاشم درست پشت سرش. زود باشید. تیم آبی هم یه جایگاه رزرو. تیم سبز داره میترکونه. دیگه کلیدی نمونه. چرا کلیدی نیست؟ یکی پیدا کرد. مطمئنی میخوای تختا رو همینجوری بچینی؟ خود تیم نارنجی و نگاه تو رو خدا. شک دارم حتی بتونه دیگه ازش استفاده کنه. تختا خیلی دور شدن. چی؟ بچه‌ها